اینجا نه تاجیکستان بلکه یک گوشه مجارستان در اروپای پیشرفته است. نه از ناچاری بلکه به دلیل‌های زیست محیطی و صرفه‌جویی به بنیاد خانه‌های گیلین رو آوردند. یانوش کاسپر خانه‌سازی کسبی است و تاکنون 200 خانه گیلین ساخته است. در بسیاری از گوشه‌های کشور محصولات ساختمانی مناسب وجود دارد. باید بدانید کدام نوع خاک ضرور است، اما خاک زرد رنگ برای ریختن خشت گیلین بسیار موافق است. در مجارستان برعکس تاجیکستان برای ریختن خشت گیلین خاک را با کاه آمیخته می‌کنند تا به آسانی شکسته نریزد. اندازه‌اش هم از آمیخته کاه و گل است. تمام خشت‌های گلین این دیوار را انسان‌ها با دست ساخته و ریختند. دقیق است که این خانه نه کمتر از 100 سال است که پا بر جای مانده است. اگر درست تعمیر شود، حتما 100 سال دیگر خواهد ماند. تیمه که برای یاد گرفتن بنیاد خانه گیلین اینجا آمده است میگوید این نوعی خانه‌ها برای طبیعت که حالا جبر انسان‌ها را میکشد برعکس خانه‌های بتونی زیان آور نیستند. خوبی‌های دیگر هم دارد میگوید او. زندگی در خانه گیلین بسیار خوب است. در زمستان گرم است. اگر تابستان کسی به خانه بیاید میپرسد شما کاندیشنر دارید. برای همین زندگی در خانه گیلین خوب است. من همیشه میگویم پرستوها صدها سال در لانه گیلین زندگی راحتی داشتند. چرا ما نتوانیم؟ در تاجیکستان زلزله‌خیز ساختمان خانه‌های گیلین به تدریج کمتر می‌شود، هرچند در روستاهای دوردست و فقیرنشین همچنان زیاد است. خانه‌هایی که با اندک سیل و باران زیاد آسیب می‌بینند و یا فرو می‌روند.